چیز جالب و بهترینه که دوام 100 ساله ها در صنعت موسیقی و ساز و سرود آفریده می شود در 6 مقام انعکاس می یابد. این صنعت بی‌نظیر موسیقی کلاسیکی را دوام 100 ساله هاست که مردم صاحب فرهنگ تاجیک ارزگذاری و حفظ نموده از نسل به نسل میراث میگذارند. این نوبت نورس صاحب استعداد و صاحب ذوق دلشاد حامیدوف که از جمله دوستداران این صنعت اصیل نیاگان است مورد توجه برنامه پیراهی امید قرار دارد. منزلی او در دل است اما ندانم دل کجاست. جانی پاک است آن پری رخسار از سر تا قدم ورنه شکل این چنین در نقش آب و گل کجاست. ناسه ها عقل از مقیمانی سری پویش مخواه. ما همه دیوانه ایم اینجا کسی عاقل دلشاد حامیدوف میوه شهدبار و پرورده دوران پرفیض استقلالیت مخچه نوشکفته صنعت و هنر است. با احساس بلند به عالم بیکنار موسیقی نیاگان وارد گردیده سرودهای کلاسیکی و عنعنوی را خیلی جالب و دلنشین زمزمه می کند. با شوق و ذوق بی اندازه حسیات بلند با آواز شیرین و گوارا صمیمیت مهر و محبتش را به وطن و مادر زیباکی دیار افاده می نماید. انا همین شوق و رغبت صنعت دوستی اش بود که در بسیار آزمون‌های فرهنگی از جمله آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من تا دور نهایی فعالانه اشتراک نموده سزاوار تحسین و آفرین ها و سپاسنامه ها گردید. شما در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من سزاوار جای افتخاری گردیدید و خود چی برداشت گرفتید؟ من در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من بسیار همین اشتراکچی ها را دیدم. بعضی ها می نوازند، نواخته سرود می خوانند و در همین آزمون جایهای نمونوی گرفتند و من هم با دوستم صابر جان جایی نمونوی را گرفتیم. دلشاد زاده شهر باستانی کنیبادام مکان شخصیت‌های معروف علم و دانش، صنعت و هنر اصیل نیاگان است. با بهره برداری از امکانیت‌های خوب و بهترین دوران استقلالیت روزگار عبرت بخش این مردمان فاضل و عاقل در کمالاتش استفاده می‌برد. منتظم از استادان با تجربه و صاحب تخصص مکتب صنعت بچگانه شهر اسرار هنر دلنواز و زیبای سرایندگی و نوازندگی می‌آموزد. مکتب بیادم همین هوش یادش فقط همین یگان چیز یاد گیرم، یگان چیز آموزم، یگان همین سرود خوانم، همین خیر خصلت‌های نغزشه. با یک خصلت نغزشه می که اینا من تمامی فرهنگ‌های شهری کنیبادام حتی میدونه چقدر چاره‌بینی‌های همین شهری هم این برآمد میکنه.
برآمده نزد شعبه فرهنگ و کنسرت‌ها برآمد کرد. با دیگه کنسرت بعضی همین چهاربینی‌های شهری شده این دلشاد جان تکلیف میکنم. من خیلی خرسند میشم که من طلبی من همینقدر چهاربینی‌ها رفته برآمد کرد احساس کرده خرسند میشم. بسیار خوب است که شما با ارجگذاری به فرهنگ و صنعت پرقناوت نیاکان میل و رغبت زیاد به خواندن سرودهای شش مقام دارید. خوب میگفتید که همین شوق و ذوق شما چگونه پیدا کردید؟ باید گویم که بابایم در بخش فرهنگ شهرمان فعالیت میبرند و تاثیر تربیت آن کس و محیط فرهنگ عائلمان سبب شد که من محض همین صنعت شش مقام را انتخاب نمایم. 3 ساله 4 ساله بچه چی مایده بود که من بسیارتر سرودهای شش مقام گوش میکردم. خانه با ماشین به همراه من دایم اون نبیره خود میگشت. برابری سروده های همون حافظه خواندن این هم سرودهاش تکرار میکرد. خیلی من اعتبار نمیدادم. بعد کلانتر شد سرودهاش قطعی قطعی میخواندگی شد. بعد کمتر اعتبار دادم و من گفتم این یگان خصلتی باید شاید یکم صنف تمام کرد که مکتب صنعتی بچگانه شهر خودم آوردم. خیلی من معلمم یک سنجیدن دیدن پرسیدن که تو سرودهای میدونی؟ میگم میدونم. گفت کدام سروده میدونی؟ گفت یک تا تناور خوانم. میگفتن معلمم حیران شدن و خوانچی گفتن تناور خوانده روان با جاشنده استیاندن گفتن که موسیقی شب نوازم خوانده میتونی؟ میگن تنگتن موسیقی نواختن که خواندن که این علاقه خواندگی بود از گفته شوخی کردن و قبول کردم مکتبم. دایره صدای گوشنواز دارد. بخصوص در آهنگ سرودهای شش مقام اجدادی و بی‌زوال فراوان استفاده می شود. دلشاد از این خاطر از پی آموزش است. برابری از بر نمودن ساز رباب با میل تام کوشش دارد تا در نواختن دایره نیز مهارت داشته باشد. آهنگ‌های جذاب را با مهارت نوازد. صنعت به جدا داده شدگی بچه همین خیلی خودش میخواهد که همین درونی صنعت اند حساب کننده. همه اسباب‌های موسیقی میخواهد که وای نوازد. همه اسباب‌های موسیقی مینوازد. و من اول دوتار به دست رباب دست داده بودم و دلش همین من با میخوانم گفته اینا ببینید که هم رباب و هم سرادگی میخونن. هم معلمی دوتار با درآمده من یک معلم ما هستن و یک ویوبه با دوتار بیام خوانسا ساز دلشاد جان. در مکتب صنعت بچگانه آمده مشق میکنیم. در اینجا ما دایره، رباب، دوتار، فورتپیانو، اکاردیون و هر خیل نمودهای سازها را یاد میگیریم. در صحبت مدیر بخش فرهنگ شهر کانیبادام بختیار حسنوف با فرح و شادمانی ذکر نمود که دلشاد در نواختن اسباب‌های موسیقی و هم در سرایندگی قابلیت و استعداد خوب دارد. این است که در بیشتر چاره‌بینی‌های فرهنگی شهر اشتراک فعالانه نموده بین صنعتکاران و هنرمندان الکی همچون سراینده و نوازنده بهترین موقع پیدا نموده است. دلشاد بسیار یک آوازی فوران دارد، بسیار آوازی شیرین دارد. در تمام چاره‌بینی‌های شهری ولایتی از نام کانیبادام برآمد میکند و بسیار از طرف مردم، از طرف تماشابین پذیرایی خوب قبول میکنم مردم و من بسیار شادم که در این آزمون هم اشتراک کرد و غالب آزمون گردید. تا جای ما اطلاع داریم شما برابری خواندن سرودهای شش مقام اینچنین میل به سرودهای استرادی هم دارید. خب بیشتر در کدام موضوعها سراییدن به شما پسند است؟ موضوعهای وطن، مادر، صلح پسند است. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر کانیبادام که اینجا دلشاد حامیدوف تحصیل دارد از زمره تعلیمگاه‌های کهن‌ترین و معروف شهر محسوب یافته نام قهرمان مهنت آموزگار نامدار و معروف حبیب خان کریم را گرفته است. باعث سرفرازی دلشاد است که در این بارگاه معرفت با بهای اعلا گرفتار نمونوی در صنف 7 تحصیل می کند. چنان سرور مکتب ایوب جان نعمتوف ضمن صحبت ذکر داشت
دلشاد محفل آروئی محفل‌های جشنی و فرهنگی تعلیمگاه است. اهل آموزگاران و خوانندگان به هنر و استعدادش نگاهی نیک دارند و از هنرش بهره می‌بردارند. دلشاد جان به صنعت شوق و هوسی بی‌اندازه دارد و شوق و هوسی بی‌اندازه وی نسبت به صنعت بود که وی در تمام چهاربینی‌های مکتبی فعالانه شرکت می‌کند و گفتم ممکن است که یگان چهاربینی مکتبی نیست که به اشتراک دلشاد جان برگزار گردد. طوری میگویند کتاب دارای حکمت بوده، مجرای آن کس را برای خیرات، معرفت، آداب و اخلاق روانه میکند. به کتاب دانستن تاریخ بشریت امکان ندارد. با پیروی به این گفته های بزرگان، دلشاد با استفاده از روزهای تعطیل تابستانه به کتابخانه مرکزی شهر آمده، با شوق اثرهای پرمضمون از جمله کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов را با شوق مطالعه میکند. با این وسیله کوشش دارد جهانبینی اش را تکمیل و دانشش را افزون نماید. چون اطلاع پیدا کردیم شما دوستدار کتاب هستید و در وقتهای خالیگی با کتابخوانی مشغول میشوید. میگفتید که همین از بیشتر ادبیات ها را از کجا دسترس میکنید و مایل به اشعار کدام شاعران نویسندگان دارید؟ لایق شیرالی، کمال خوجندی، باز میرزا ترسونزاده بیشتر می آموزم. زیرا در شش مقام دانستن و وزن و قافیه و عموما قاعده های شعرنویسی خیلی مهم است. دلشاد کوشش میکند تا هر فرصت و هر لحظه برایش با ثمر و با منفعت باشد. برابر مشق سرود و آهنگ همراه خواهرش به بازی شاهمات که ورزش ادراک هم مینامند مشغول می شود. خوب می داند که این مشغولیت از منفعت خالی نیست. برابر آمادگی به سال نو خوانش، دلشاد همراه بابایش با هوس از پی نگاه‌بینی گل و بوته روی حوله اشان می شود. آنها را از الف بیگانه تازه می کند. با این عمل برای خوب نشو و نما یافتن غمخواری می نماید. با مصلحت و توصیه بابایش طرز درست نگاهبین و پرورش گل و بوته ها را می آموزد. در خرمی و زیبایی محیط اطراف سهم می گذارد. زیرا چنان می گویند دوست داشتن طبیعت دیار دوست داشتن وطن محبوب می باشد. فرهنگ و صنعت آینه است که سیمای حقیقی هر ملت در آن انعکاس می‌یابد. دلشاد حامیدوف برابر ده‌ها میراث برای اصیل صنعت موسیقی نیاگان کوشش دارد. با آموختن و تکمیل ملکه و مهارت در رشد و انکشاف این آینه و پایندگی فرهنگ و صنعت ارزشمند گذشته و امروزه سهم شایسته گذارد. برایش در این جاده پرمسئولیت و پر افتخار برای کامیابی ها آرزومندیم.